ارشیا کو؟ حالا چرا از صداش میکنی؟ آخه خیلی خوشحالم. امروز زندگی من به 2 بخش تقسیم شده. انگار که دوباره متولد شدم. تولدتون مبارک. میگفتین کیکی چیزی میگرفتیم. 2 تا خبر دارم، یکی از یکی مهمتر. ارشیا کوش. سلام. سلام. چی شو آشتی کردی؟ نه من دیگه با هیچکی قهر نیستم. نه منظورم با شما نیست، منظورم دایی و بابا. ما قهریم، ما هم دیدی که داشتیم با هم ورزش میکردیم. همه با گرمکن میرن تو پارک ورزش میکنن، شما 2 تا چرا با کچلوار وسط کوچه ورزش میکردین؟ مهم نفس ورزش کردنه. آها. پیدا شده خوشحالم. چی پیدا شده؟ اصلا نگفتی. چیا نگفتن؟ سلام. سلام عزیزم، قربونت برم. خوبی؟ کلی مشاوره پزشکی دارم باهات. با من؟ آره پس با کی؟ پزشک خانواده توی دیگه. ارشیا مامان جون. دیوونه شده؟ دیگه شواهد که همین رو نشون میده. خبر اول بگم؟ بگو. نه نمیگم. چرا نمیگین؟ برای اینکه مژدگانی میخوام. چرا میخندی؟ خب بامزه بود دیگه، هم ماشینتون گم شده هم اون، بعد مژدگانی هم. روشن ولی مژدگانی بده. اونم من باید بدم؟ پس من بدم؟ بله بفرمایید. مژدگانی 2000 تومن. مهم نفس مژدگانی عطا. باش. من الان دارم از بیمارستان میام. خوشبختانه مهدوخ یه آشنا اونجا داشت، جواب آزمایش رو زودتر دادم به ما. این کارنامه عطاست. به اطلاع همه میرسونم. عطا با معدل 20 قبول شده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه عطای ما معتاد نیست. عطا من به تو افتخار میکنم. منم به تو افتخار میکنم. تبریک به تو، تبریک به شما، تبریک به تو، تبریک به خودم، تبریک به همه. الان برای چی داری تبریک میگی؟ برای اینکه کنکور قبول شدی، بعد معتاد نیستی. ارشیا مامان، هاریا. بشینین من خودم میرم دنبالش. سالچو بیا. کشتمت من تو رو. دیگه چرا؟ نه همه چی مقصر تویی روشنگ. خیلی خوب. عطا نمیخوای خبر دومو بشنوی؟ چرا الان میام. نمیگم نه بگو الان میام من. درشت خیلی بامزه. 1000 تا البته بکشی یکی نیست پشتتو بکشه، یه نفر نیست مجتمعالت بده، یکی نه اقلا یه انال لابنم میکنه به دست آدم. هیچی. ببین الان میریم بالا میگیم که ارشیا تو بانک، تو هم دست زن تو بگیر ببر خونه، توی مدت هم میگردیم پیداش میکنیم. خوبه؟ ببین ارشیا رو پیدا نکنی من بیچارت کردم. پیداش میکنیم. پیداش میکنی؟ دفعه پیش که ارشیا رو تو گم کردی من پیداش کردم، حالا این دفعه من گمش کردم تو پیداش کن. شوخی کردم. برو من پیداش میکنم. برو بابات اومده کارنامه تو بهش بده. ببخش. وا عطا بیا دیگه. اصلا یه دفعه همه چی با هم دیگه جور شد. اصلا معمولا اینجوری. چرا لبخند میزنی؟
جالبه دیگه اینکه یهویی همه چی با هم جور شد باحاله. تازه یه خبر دیگه هم هست. بله یه خبر دیگه هم هست. تو که نمیدونی که من میدونم. نه اونم من میدونم شما نمیدونی. چی گفتی؟ هیچ. آب سرد بود، هر کی داد بیداد کردم یکی بیاد یه آب گرمی چیزی بریزه سرم. انگار نه انگار بچه بزرگ کردی. خب بگو که قلب تو دلم داره آب میشه. خبر مهمیه. بگم؟ بگو. عطا بهت تبریک میگم. تو دوباره پدر شدی. مگه پیدا شد؟ تبریک. تبریک به شما شیرین خانم، تبریک به تو عطا، تبریک به همه. من باز میکنم. کجا؟ الان میام. چی شده؟ میگم چی؟ چی شد؟ چی شد؟ چی؟ اشیا چی شد؟ اشیا چی شده؟ تو چرا اومدی پایین؟ با منی؟ به خاطر بچه میگم. مگه بچه پیدا شد؟ مگه بچه کجاست؟ کدوم بچه؟ چند تا بچه داری؟ 2 تا. خبر ندارین؟ حتی بچه کجاست؟ بانک. بانک چیه؟ من همین الان با زهره حرف زدم، گفت این آقا بچه رو تو باغبش گم کرده. بچه رو گم کردین؟ اشیا گم شده؟ بابا چی شده؟ به من میگی چی شده یا نه؟ چیزی نشده. حتی یه روز اشیا رو دادم دستت گمش کردی؟ تو فقط مراقب این یکی باش. اونش مهم نیست. ببین مادرش بار داره اگه بفهمه بچهش نیست، اون یک بچهشم. تو چی کار داری؟ لطفاً بهش بگو هرچی بانکه به خاطر مادر باردارش. دیگه چیزی که نمیخواد بگی باشه؟ گوشی رو بده به من. خدافظ. خوبین؟ چرا قطع کردی؟ صحبتمون تموم شد، قطع کردم دیگه. هوشنگ خان الان زهره رو بگیریم، میخوام باش حرف بزنم. زهره سرش بره تو ساعت اداری با موبایل صحبت نمیکنه. چی کار داری میکنی؟ عطا نیست. الو زهره. سلام. اشیا پیش توه؟ خانم چکو من میخواستم بخوابونم به حساب. خانم محترم من 1 ساعت اینجا معطلم، این چکو از من نمیگیرین؟ لبخندم میزنین؟ من دارم سکته میکنم. وای شیرین چرا پیله میکنی؟ میگم نمیشه دیگه، الان مشتری دارم. خانم همینجوری که دارین صحبت میکنی کار منم راه بندازین. بگیرین این چکو. میگم نمیشه دیگه. چی میگه آقا این شیراب هی چک 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 میکنی؟ زهره چته؟ یواش. نمیذارن یه روز راحت باشم. نمیدونم بچه رو چیکار کردن انداختن گردن من. چه خبره؟ هیچی، شما بفرمایید. هیچی چیه؟ 1 ساعت منو معطل گذاشتن، حاضر نیستن دستشون رو دراز کنن این چکو از من بگیرن. بدینش به من. نه من خودم انجام میدم. شما ما بفرمایید. مزاحم کارهای خانوادگیتون نمیشیم زهره جون. شماره باجتونم میگم بذارن رو میز من که مشتری‌ها مستقیم بیان همونجا. متلک میگی فرزانه جون؟ زرین. اینجا چه خبره؟ هیچی آقای مروی، شما بفرمایید، کارو خودم انجام میدم. ببین من این چه وضعیه خانم؟ چک پاره میکنی؟ خودم درستش میکنم. ما بعد یه جلسه 3 نفره بذاریم آقای مروی. این وضع واقعا برای من قابل تحمل نیست. آقا تشریف بیارید اون طرف. جلسه 3 نفره بذاریم، جلسه 10 نفره بذار، مگه من میترسم؟ این مگه اینوری نرفت؟ حواسم نبود. من دیدم اینوری رفت، چطور یهو اینجا سبز شد؟ زهره حالت خوبه؟ وای دارم قاطی میکنم، سرم درد میکنه. قرص داری؟ نه. میخوای برم برات بگیرم؟ از کجا؟ از داروخونه. نه خودم میرم میگیرم. نه تو نمیخواد با این وضعیتت از بانک بری بیرون. صبر کن من یه رو به دیگه کارم تموم میشه خودم میرم برات میگیرم. برین کنار هوشنگ خان. نمیرم کنار. گفتم برین کنار. میرم کنار ولی شما بیرون نمیرید. شما میری کنار منم میرم بیرون. پس در این بانک. بچه نرم بانک. چی نره بانک؟ بانک چه کار داری؟ خب الان تعطیل میشن میان دیگه. حالا میخوام برم بانک. نه بی خود مگه دست خودت. جانم
نمیگم دست خودتو برو. کنار. اینقدر جور بزن. آخه تو من به تو چی میگم؟ اصلا وای به حالت، وای به حالت اگه اشیا تو بانک نباشه. یعنی اگه بره ارشیا تو بانک نباشه، یعنی اگه بره ارشیا تو بانک نباشه، اگه بره ارشیا تو بانک نباشه، یعنی چی نباشه؟ خب معلومه دیگه الان ارشیا تو بانک نیست. برو کنار. کجا میری دایی؟ باغ وحش. کتمون بیار. همش تقصیر توه هوشنگ. من باید برم تو باغ وحش دنبال پسر خوبم بگردم. بفرم. بابا اشیا کجاست؟ خوردتش. چی؟ بابا رفته بودن باغ وحش، شیر خوردتش. راست میگه؟ بله متاسفانه. شیرین کو کجا رفت؟ شیرین کو بانک. وای 2 دقیقه بچهش تو رستوران گم شد، میخواست هممونو ببله. وای به الان که معلوم نیست کجا گم و گورش کردی آقا هوشنگ. الان میرسه اون بانک رو سر خواهر بدبخت من خراب میکنه. ببینم 2 روز مونده به عروسی، میذاری این عروسی سر بگیره یا نه؟ من آقا هوشنگ بریم بانک. من واقعا ارشیا رو شیر خورده؟ حالا شیرشو مطمئن نیستیم، ممکنه پلنگ خورده باشتش. خیلی ناراحتم و دلم برای سر صداش تنگ میشه.